What's up bad shorts روشنه؟ اوکی Our last stop, Nero. نیرو من خواهی میدونم بسیده به نیرو Completely useless. میدونم تو میگه بس که چی میگه بچه باید بسپرم خودم میرم تمام میکنم کارو بی مصرف لعی من گفتم مصرف من اکی نمرا نیومدم Fast boy, fuck boy. Ja. دیگه اول بازی همینجوریه قدرت ای جان فاقد اهمیت بی اهمیت سینما به راه ابسولوت سینما What the fuck is بد this شد برو جفتشون رو لخ میکنم خب این خیلی کارو بدیه خدمت مقدس خدمت knowledge All right, enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. اوه I'm not done talking yet. ای بایست ایسا Okay, you get some rest. من رفتم کار By the من way, I guess I owe you one. این داره پول میشه یه نون نزنیم باش با پودر داره میشه یه نون بزنیم کنارش آره دیگه اینم خیلی اسکیل پولی بگو یه چه ارتش چیز بس ایوه فکر کنم اینجا دیگه داستان غم‌انگیز شد شدید اسپویل نکن زباله اسپویل نکن زبال چه غم‌انگیز نمیشه طولانی میشه خب این خیلی کار بدی خب بچه ها مثل این که باید برا کنین کلیپ تا انتها تماشا رو برا کنین میدونی چی میگم چون ما داریم زحمت میکشیم شما نمیدونی چه بلایی سر ما اومده نباید توهین کنی نباید فوش بدی آقای گلایی تو خونه محصلایی نمونه موزگون گشته هم محمد هستن با صداهای جذاب که RPG توپس برادر که حتی تو بازی RPG هم دنبال چیز میگرده چی اسمش؟ جوای مخفی آره دیگه داداش لوت به راهه دانته گفت داشت ورجیل که این کار کرد مثلا بدن خودش جدا کرد تبدیل به چیز شد چرا من این کار نکنم خیلی هم قوی شد سوپرواری قوی شد این چرا مثل زیگیل تناسلیه ایتالیا واه فکر کن اگه مثلا قبل از اینکه تو میومدی پایین این اتفاق میفته اینجوری بازی همون اول تموم میشد چون مثل گوز میچسبی جو کف زمین داشت بازی وقتی موقعی تموم شد که همه باسو میزدی
خب پس مثل اینکه نمیتونستی اون باسو بزنی، این تحت هیچ شرایطی نمیشد. اگه خیلی بازی کنی مثلا حرفه‌ایشی تو این بازی هم آقا میتونی باسو بزنی. فکر نکن میشه خیلی با کی تاره؟ نه بدونشید یه باید خیلی حرفه‌ای در بیاد. آها اینه توپس اوه درفت تبدیل به نیستی شد، از تو فایل بازی هم حذف شد. تو دیگه کی هستی؟ چجوری چیز میکرد؟ شیفت میگرفتم چیز میشد. این کمبوی اینجوریه. این چه سمی؟ سپره منم کمبوشو میزنه بهت میگم چه چیزی سمی اسیدی. این وقت پر بشه دمیج بیشتری میگه. این کم شد. نه بیشتر میشه دیگه، ضربه که میزنه سپر میگیره بیشتر. کس خود درست تمام بزنم. یکی دیگه داره میاد جلو، بگی ریلکس. خب ناکن اینجا شیفت میگیری. خب ریدی که این دمیج ریزی داد بهش واسه الان نصف خونت بگاه سگ رفت سر کوی دمیج ریز بشه. نه مثلا دمیج خری یه کمبو ولش کن رو بعد میگم سطل پلی سان با بیش کمبو این اصلا یادم نبود. یه خیلی برم نیست. باید برم خونه بازم تمرین کنم. این یادم میره اون ما. I'm not a fan of the like my city. بزرگم گشته دیگه بالاخره صدا به صدا نمیرسه. میدونیم چی میگم؟ یه از اون فقط باید تبدیل دانته ترتیب بدش خوبه. میدونی؟ آره کار تلکارش ترتیب دادن دیگران. یعنی شغل مثلا طرف میاد میگه شغل پسرتون چه ترتیب میده؟ ترتیب چیو؟ ترتیب هر چیو، فقط ترتیب بده. خب حالا کنترل نگه داریم ببینیم کجا بود. تموم شد. تموم شد کجا بود؟ کنترل ظاهرش معلومه. ساختمونا رفتن بگاه. دیگه بود میگم استاد گایدن هم امثال شما دانته بود. ماجی ولی اصلا ببین سم مثلا تو 2 تا توپو میزنی و 2 تا زیگیلو اونا باعث میشن یه خونه فرو بریزه. یه وارد جزئیات نشد. یعنی واقعی گرایانه تا این هست. آها برو زنته بایی بیاده یعنی؟ دیگهشون طرف اولم میگه شیشی بگوی برو. او زورد او ضعیف برو بیرون.
ضعیف برو بیرون بریم بالا بریم بانم 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 من گیمه دودنی شد از قبل خوب ویدیو در میامد این که بیشتر فکریه آره این جلوتر هم بدتر میشه نیست خوب خبر دستشه نه؟ شیر خرم دستش الان بگیر خبر رو میتونه بگیره بکنه تو کونه بهش کیر خرم دستش همین بگیر خبر رو بگیر. بیا پایین دیگه کسکش یا مجبورم این وضعیت کنترلش کنم ما داریم زحمت میکشیم این خیلی کار بدیه که فوش میدی توهین میکنی دیگه ببینید عوض میکنم آنها باید چیزشو بگیرم عوض کنم اسم نقدش اوه توپ 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 خیلی خوبه این وضعیت من باید کنترلش کنم فکر کنم آخرش یه باسی هست فکر کنم تریش چیزی اوه انگار مورتال کامبته چیره چیه چی ریسپون کرد اوه شمارم خم شد کیف کردی؟ شستم این چه بستم آقا نیه واسه که اون صدای قبلیش رو ریبلیم میتونستم کمبای خوبش بزنم برو بیا نه سکن ای خورشی گذاشتم خارجشو گذاشتن بخونسی وش ضعیفه ای کسکش قیب شد قیبم بشی کسکش ای نشد فرار میگونه کسی کن نه بس باید بش من نمارد زندهش نمیذارم بسا این کمبوه اینجا میاد بسا شیفتو برو بیرون بسا چاکش یا فداش میزه که فقط هرچند جدا است که ما تو هیومن داریم بازی میکنیم برم بالا انگار سریعترین مسیره بالا بالا کجاست اونجاست Well, that's gonna collapse. What a headache. برد زری نه این تکسای داخل بازی خودش هم سم مثلا چرت و پرت میگه تو میتونی بدون اینکه یک کلمه حرف بزنی اینجا داخلش راحت بتونی بفهمی چی میگه او اینجاست اینجا باید پخت و پس کن تبدیل به گوز شد برادر میگیریم کلیک میکنیم روز گم گشته حرکت های آکروباتیک میزنه ای کوسکش
ولی دیگه فکر کنم کپکام 100% ظرفیت مغزش واسه این چیزا به کار برده. آره اکم رسله شدی ای بابا کمبول بشه دیگه. آخه مثلا ببین مبارزات سریع فلان این بر اون بر اسلحه ها، مثلا واقعا کپکام فقط به ذهنش میرسید که یو موتور رو تبدیل به یه اسلحه کنه، باور کن هم از توش RPG بزنه، هم بتونه مثلا تبدیل به یه وسیله نقلیه کنه. آخه این کسکش اومد. اوه قطعش کن. ای فرار کرد. کمبو خیلی عجیب میشه. بس نگو میشه خود از اسلحه‌هات هم استفاده کن. من موتور دوست دارم. آخه این سلاح من اتفاقا شمشیرشو بلد بودم از کمبوش یه خود عجیب شد کمبوش واقعا بود. کسکش ضعیف میشه سر، ضعیف. اوه مثل دانته وقتی با یه ضربه اینجوری کن. عشق کردی. خودشون دارن با خودشون دمیج میدن دقت کن. اسخولم داره با آتیش میکشنش. من یه رد دادم. RPG ای کسکش نازش بزنم. RPG What the fuck is this? انتحاری. صدایی که فقط در میاره عالیه. چرا رفتی رو ترپل کردی؟ وقتی محله همینجا بود برای اینجا اینجا تو جلوتر برید بگاهی بیشتری پیدا کنید مثلا که بگاهی سخت. Can a guy get a break? میشونم استراحت کنه. من یه خود تونی هم یعنی بلند شدم بابا یه استراحت نداشتم بکنم. چی رو اومد بابا؟ خب اینجا باز Yeah. 7 minutes. 10 minutes. They're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. اوه نه نمیذارم الان میام. اومدن اینجا موتور رو میگیره چیز میکنه میگیره تو باید گفتمش. Is it Halloween already? عالی. گفش میگی That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? شوالیه سیاه برقی اسم فقط یعنی عالیه. این میشه بلک نایت. برق میشد چی؟ چون برق میشد چی به انگلیسی؟ زیاد باید توضیحش نشو الکترونیک. زیاد باید توضیحات نشو که الکتریک. واه ای کسکش بازی هیجانی شده نه؟
موتوره رو ندی خارشو گویدم چقدر دمیج میده واکنش سانسورچی داداش انقدر فوش نده فوش نده زور 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 اوه این بد شد RPG داشت RPG وقتی با اسلحه خودشو میزنی شلالالالال آخه نه خودش تو این بود برق نیم برق داره مردی که نه نمیرم بابا تو تموم کردی همه چیز و خودت ای خارشو گویدم این مشتام دمیج خوبی میدن کمبوشو یاد بگیریم کی رفت تو جونمون اصلا داشت من الان دارم فکر میکنم ما اگه فوش ندیم تو کلیپا نمیتونیم اصلا صحبت کنیم دقت کنیم میگه فقط باید فوش بدیم آخه خار کن فکر کنم دارم میمیرم تازه فکر کنی داری میمیری تخمته بابا این بازی خیلی خوب برای بودم باس ولی مثل گوز پشم زدمش با اون شمشیره اسکیلش حفظ بودم حالا یه سوال چجوری میتونی اون بگیری HP؟ نمیتونی ایوه اصلا بازی خودش میداد کپتون ولی اینجا فکر نکنم دیگه بده باس داره میاد درمون میمیری بده داری میمیری میمیری خب نظری چه از دور بزنیش فقط با RPG نظر خوبی بود عجب RPG کسکش اینم از جای دور میزنم اوه زن کسه بشه خورده دیر به این نتیجه رسیدی که با RPG بزنی مرد ای خارشو گاهی معمولا نمیمیرم تو این بازی تخمی شروع قرمز هم ها اون داستان مود بودن اینجا به کار میاد قابل توجه دوستانی که میگن کجا آیا کسکش رو ناکنه زنشو میگه RPG کمبو این هم نیست بده این رو نمیدی واسه تا آخر بگیره کمبو این نشد این کمبو رو میگیره زنش بگیرش واسه کنون بود ریج اوه یه چند تا گوز بزنم مرده البته اگه این چیزو تو چونمون فرو نکنه بخواب زی اون تا آخرین نفس داره فاید میکنه بخواب زی من ریدم و یعنی باز خیلی ایزی بود خشونت به راهه جون Whoa, looks like I took it a little too much. You okay? دختر I've been better. ایوه باشی سناتو باید سانسور کنیم بابا Dante, that demon. مگه کاربرای عزیز سابسکرایب های عزیز مگه دل ندارن یک کونه دی
داشت اون یوتیوب نه دیگه کامل که نشونش نداد که داشت بالاخره یه کف دستی با معرفت. ایوه What the میره تو کردی گفتم الان میاره میگه خوب موده فعال نیست بله Dante's left. Yes. آقا اگه لایک ها و ویو های این کلیپ به 1000 تا برسه یه دونه مد داریم تمام اینا لختن، یعنی تمام زنایی که داخل این بازی همه لختن. اون مدشو میذاریم کنیم دو آلت آره دقیقا همه چی رو میتونیم لخت کنیم، ولی خب بعد 1000 تا ویو بگیره و چند تا لایک. My هر God. چقدر میشه نه دیگه یه رقم What بگیم، are یه you تعداد then? 100 تا نیست 200 تا. I'm a shadow. آقا چون این رفیقمونه آقا 200 تا بگیریم، 200 تا لایک 1000 تا ویو، ببینم چه میکنید دیگه. اونو بزنیم براتون یه نسخه فول بدون سانسور. آقا نکن با یوتیوب میزنه من میگم اشکال نداره. این کسخولی بابا. خب بچه‌ها این بود از این کلیپ واسه اون داستان ویو هم که بهتون گفتم دیگه 1000 تا ویو 100 تا لایک یه سابسکرایب هم برسه به 100 تا براتون میذاریمش. کامل لختن اونا دیگه، یعنی به راه همه چی.